چرا کشور ایران با این حجم از زیبایی، فرهنگ، تمدن، تاریخ، طبیعت از نظر گردشگری که خیلی کشورها درآمد 3 برابر نفتی ازش دارن، توی ایران صفره؟ ایران به علت مسائل سیاسی که در این سالها با اسرائیل داشته به کشوری ترسناک از دیدگاه غربی ها و حتی شرقی ها و حتی آفریقایی ها تبدیل شده. شاید با خودمون فکر کنیم که اینطور نیست و از نظر امنیت بسیار عالی هستیم، اما تبلیغاتی که کشورهای گوناگون شرقی و غربی از ما میکنن بدین صورت نیست و تمام تبلیغاتی که از ایران صورت میپذیره از جنگ و مسائل سیاسی و امنیتیه و همین تبلیغات نادرست باعث شده که ایران از نظر گردشگری که یکی از پرسودترین راه‌ها برای هر کشور صفر باشه. شاید باورتون نشه، اما کشور عربستان و کشور امارات متحده عربی یا همون دبی امروز تبدیل شدن به کشوری که بیشترین جذب گردشگر رو داره، یا بهتر بگم قطب گردشگری، و این قدرت در این کشورها به قدری زیاد شده که کشور ایتالیا و انگلیس در رتبه 3 و 4 قرار دارن. عربستان و دبی که تا همین 80 سال پیش شتربانی عرف بود و ملخخواری، حالا امروزه از صنعت گردشگری بیش از درآمد نفتی ایران درآمد داره و حداقل میتونم بگم 3 برابر. درآمد کشور امارات یا همون دبی که از نظر مساحت و جمعیت اندازه تهران خودمونم نیست 52 میلیارد دلاره و درآمد نفتی ایران 27 میلیارد دلاره و این به عبارتی یعنی دبی ریزه میزه 2 برابر نفت ایران از گردشگری درآمد داره. قسمت دردناکتر ماجرا اینجاست که دبی و عربستان با این درآمد از گردشگری اندازه یارانه و حتی بیشتر هم از نفت درآمد دارن. احتمالاً شما هم در فضای مجازی علل خصوص اینستاگرام فیلم‌های چالشی از خارجی‌ها و بلاگرهای خارجی دیدید که ایران قدیمی ترین و با تمدن ترین کشور دنیاست. حتی قبل از یونانیان باستان میدونن که این اطلاعات کاملا هم درسته، چرا که تمدن ایران برمیگرده به 7000 سال پیش و از نظر بناهای تاریخی ما از زمان هخامنشیان که برای 2500 سال پیشه بناهایی رو داریم که چه از نظر زیبایی و چه از نظر قدمت و اباحت و فرهنگی در هیچ جای جهان مشابه نداره. بناهایی همچون تخت جمشید، تخت سلیمان، قلعه طاق بستان زنجان، دودکش‌های جن زنجان، بناها و آرامگاه‌های تاریخی و عرفانی شیراز و طبیعت بکر و دست نخورده مثال زدنی همچون سوئیس که ما در شمال کشور داریم و آرامگاه حافظ و سعدی و مولانا، دیدنی‌های فرهنگی کشورمون، اما نتونستیم در برابر دبی کویر و عربستان کویر حرفی برای گفتن داشته باشیم در زمینه گردشگری. در مثالی ساده تر این مسئله مانند این میمونه که شرکت آمازون یا گوگل که 2 تا از شرکت‌های بزرگ جهان هستن برای ما باشن، اما درآمدمون از این شرکت‌ها 0 باشه. محمد بن سلمان و محمد بن راشد آل مکتوم که بن سلمان پادشاه وقت عربستان و راشد مکتوم پادشاه حال حاضر امارات متحده عربی فقط و فقط در طی 10 سال که اجازه کار گذاشتن ایده های خودشون رو توی کشور یافتن تدابیری اندیشیدن که این 2 کشور رو تبدیل به خفن ترین کشورهای دنیا کردن. تدابیری همچون ساخت شهر رباتیک در عربستان که عربستان رو تبدیل به پایتخت هوش مصنوعی و رباتیک کرده. یکی از مهمترین علتهای پیشرفت امارات و اقتصادش اینه که حاکم اونجا نمیخواد به درآمد نفت که تصور میشه تا سال 2025 تموم میشه تکیه کنه. از جمله اقداماتی که دبی رو برجسته کرده ساخت بلندترین برج جهان با ارتفاع 828 متر و ساختن جزیره‌های مصنوعی جهان و جزایر نخلیه. هر ساله حدود 20 میلیون گردشگر به شهر دبی سفر میکنن.
تقریبا همه این افراد برای دیدن برج‌ها و هتل‌های بی‌نظیر دبی به این شهر میرن. ملاقات با بلندترین سازه‌های دست بشر یه تجربه عالیه که خیلی از افراد برای اون اشتیاق نشون میدن. درآمد گردشگری شهر دبی در سال 2022 برابر با 5 میلیارد دلار بوده. بدون شک این درآمد نجومی به دلیل معماری ساختمان‌ها در دبی ملحق شده. بزرگترین پروژه ساخت جزیره مصنوعی در دبی پروژه جزایر نخل نام داره. این پروژه با هدف ایجاد 3 جزیره مصنوعی به شکل درخت نخل روی آبهای خلیج فارس در سال 2001 میلادی شروع شد. پس از چندین سال تلاش بیوقفه بالاخره اولین جزیره مصنوعی در بین جزایر پالم تمام شد و جزیره نخل جمیرا نامگذاری شد. عربستان سعودی در 3 ماه اول سال 2024 درآمد گردشگری خودش رو چیزی حدود 9 میلیارد دلار اعلام کرده که بیشترین گردشگرهای این کشور مسلمان ها هستند که هر ساله میلیون ها مسلمان به مسجد الحرام و مسجد النبی با انجام هدف حج میرن. اولین دلیل سفر به ایتالیا داشتن هنر و معماری با شکوه دوران رومیان هستش، در حالی که همه ما میدونیم از نظر معماری و هنر حتی به گرد پای ایران هم نمیرسن. دبی عربستان رو که حتی به خودمون اجازه نمیدیم با ایران مقایسه کنیم. ایتالیا با داشتن ساختمان‌های نوآورانه مربوط به عصر باستان از قبیل کلسئوم، پانتئون و برج کج پیزا که از شگفتی‌های معماری کلاسیک جهان به شمار میره. در ایتالیا 400 جزیره وجود داره. حتی شهر روم هم یه جزیره داره که ازشون استقبال زیادی شده و اونها تونستن با درست کردن جزیره های مختلف و مدرن کلی گردشگر رو به سمت خودشون جذب کنن و این یعنی درآمد میلیون دلاری برای این کشور. ایتالیا به خاطر داشتن امکانات خوب در فهرست مکان میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفته و اونها گفتن برای نگهداری این کشور و بروزتر کردن امکانات اون میتونن میلیون ها دلار به سرجو ماتارلا حاکم ایتالیا بدن. انگلستان مدت هاست که یکی از محبوب ترین مقصدهای گردشگری اروپا به حساب میاد. جذابیت این کشور به دلیل داشتن میراث فرهنگی غنی و منظره‌های متنوع و زیاد اون هستش. بهترین مکانهایی برای تماشا در انگلستان املاک و قلعه های زیبایی که حفاظت شده تا گالری ها و موزه های هنری در سطح جهان پیدا بشه. درآمد انگلیس از توریست در سال گذشته چیزی حدود 81 میلیارد پوند اعلام شده. رستوران‌های انگلیسی بیشترین درآمد رو از صنعت توریست به خودش اختصاص دادن و تو سال 2004 چیزی حدود 36 میلیارد پوند رستوران‌هاشون سود بردن. اگه بخوایم از مزایای گردشگری برای کشور میزبان بگیم، به این صورتی که درآمد اقتصادی اون کشور رو به شدت افزایش میده، هزاران شغل ایجاد میکنه و تبادل فرهنگی رو قوی‌تر میکنه و به اجتماع اون کشور کمک زیادی میکنه. بحران کرونا تو سال 2020 به صنعت گردشگری لطمه قابل توجهی رو زد. همین موضوع کافیه تا بخوایم اثر صنعت گردشگری به کشورها رو بفهمیم و قبل و بعد این زمان رو مقایسه کنیم تا متوجه کسب درآمد و ثروت و رفاه برای مردمشون از این صنعت بشیم. کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، آلمان و غیره که مقصد خیلی از گردشگرها هستن، در زمان کرونا ضررهای جبران نشدنی بهشون وارد شد، اما با این حال در تلاشن تا امکانات خودشون رو پیشرفته تر کنن تا بتونن باز همین صنعت رو در کشور خودشون رونق ببخشن. در این روزها که کشورهای زیادی دنبال جذب گردشگر هستن، گردشگرهای زیادی به ایران سفر نمی کنن. حتی نتونسته درصد کوچیکی از سهم گردشگری جهان رو مال خودش کنه.
به نظر شما چرا ایران نمیتونه از ظرفیت گردشگرها و مسافرهای خارجی استفاده کنه؟ از نظر خارجی ها ایران یک کشور تاریخیه و در حالت خوشبینانه اونها برای دیدن چند آثار تاریخی به ایران سفر میکنن، اما انگشت شمار. اونها با این دیدگاه که ایرانی ها عرب و آدم های خشنی هستن به سمت ایران سفر نمیکنن، اما ایران با تبلیغات رسانه‌ای و داشتن فرهنگ سازی قوی تر میتونه دید مردم جهان رو به خودش عوض کنه و این صنعت پردرآمد رو رونق بده. اما اینجا سوال پیش میاد که ایران هم میتونه روزی مثل دبی پیشرفته و مرکز گردشگری جهان بشه؟ همه ما میدونیم که رسیدن به کشوری مثل دبی نیازمند هزینه‌های میلیون دلاری زیادی هستش و این ریسک بزرگی در بخش اقتصادی کشور ماست. اما ایران به خاطر داشتن زمینه گردشگری و قدمت تاریخی چند ساله خیلی راحت با راه اندازی بخش اقتصادی میتونه حتی از دبی هم بروزتر و پیشرفته تر باشه و حتی چند سال دیگه امکان داره ایران اولین صنعت گردشگری در جهان باشه و دور از ذهن هم نیست. گردشگری ایران به کمترین حالت خودش یا حتی صفر رسیده. ما میتونیم با جاذبه های گردشگری و فرهنگی که داریم به این صنعت پردرآمد دسترسی پیدا کنیم، اما شاید براتون جالب باشه که بدونید که قدمت و تاریخ ایران بیشتر از هر کشور دیگه‌ای مورد توجه کشورها و غربی ها قرار گرفته و ما میتونیم با استفاده از این موضوع و زوم کردن روی این نقطه به این صنعت پرسود دست پیدا کنیم. دبی فرصت ها رو برای خودش خریداری کرده و با برگزاری جام جهانی قطر و آوردن چند بازیکن ورزشی مثل بدنسازهای بزرگ، فوتبالیست‌های بزرگ، بسکتبالیست‌های بزرگ و آوردن اونا به باشگاه‌ها و کشورشون و ورزشگاه‌های خودش، اونا رو مجبور به این موضوع کردن که مردم دنیا بخوام با خریدن بلیط‌های چند میلیون دلاری به دیدن اون بازیکن‌ها یا ورزشکارها برن و این یعنی یه مغز اقتصادی قوی این پلن‌ها رو چیده. با شنیدن اسم کشورهای دیگه یاد چیزهایی میافتیم، مثلا با شنیدن ایتالیا یاد هنر و معماری کلاسیک اونجا میافتیم. با تحقیقاتی که انجام شده هر خارجی که به ایران میرسه با شنیدن اسم ایران یاد علی دایی فوتبالیست بزرگ کشورمون و اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان بزرگ ایران میفته. ما میتونیم از همین موضوع برای جذب گردشگر استفاده کنیم، چون آدم‌های مشهور و سرشناس در کشور ما ایران قرار دارن. ممنونم که تا آخر این ویدیو با همون همراه بودین و ویدیو رو تماشا کردین. اینجا رپوکسه، شما هم نظرتون رو راجع به این صنعت پرسود برامون بنویسین و برای ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.